سالیان سال پوشیده در راز و رمز، امپراتوری بی همتا در ثروت و پیروزی. To create an empire of the size of the Persian Empire, the largest empire the world had known, obviously takes military skill. از شمال آفریقا تا آسیا، تمدنی که توسط سلسله از حاکمان خارق العاده اداره میشد، جاه طلب و بسیار قدرتمند. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. امپراتوری پارس تعدادی از حیرت انگیزترین شاهکارهای معماری جهان را که تاکنون خلق شده به جهانیان عرضه کرده است. کاخهای مجللی که از بیابانهای لم یزرع سر برآوردند، راهها، پلها و آبراهها. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's Canal? ابرهای تیره همچنان در افق بودند. رقابتی دیرین میان ایران و یونان که منجر به برخوردی حماسی گردید و مسیر تاریخ را عوض کرد و دنیای غرب را برای هزاران سال آینده شکل داد. آغاز یک امپراتوری، هخامنشیان. در سال 330 قبل از میلاد پادشاه جوان مقدونی امپراتوری ایران را تسخیر کرد و لشکر مهاجم خود را به سوی پرسپولیس، پایتخت شگفت‌انگیز این کشور، هدایت کرد. اسکندر کبیر، فرمانروای مقدونی، خود یکی از ستایش کنندگان پادشاهان بزرگ ایران بود. به هنگام غروب آفتاب جشن پیروزی یونانی‌ها مبدل به ستیز سربازان مست شد. تا قبل از طلوع خورشید پرسپولیس، نگین تاج امپراتوری پارس، با کاخهای بی‌نظیرش در تمامی جهان در آتش سوخت و با خاک یکسان شد. بیش از 2500 سال بعد این ستونهای عظیم هنوز شاهدی بر اوج عظمتی هستند که این امپراتوری فراموش شده روزی به آن دست یافته بود. من عظمت ایران را مساوی شکوه و تجمل پرده‌های منقوش و فرش‌های نفیس و گربه‌های زیبای ایرانی که مادرم داره میدونم، اما به یک پادشاه خارق‌العاده به نام کوروش کبیر هم فکر میکنم که مذهب و اختلافات فرهنگی رو باور داشت و یهودیان رو از بابل نجات داد و به اسرائیل برگرداند. درود بر شما. من پیتر ولر هستم و به امپراتوری پارس خوش آمدید. در حدود سال 4000 پیش از میلاد دو قبیله کوچنشین در فلات حاصلخیز ولی گرم ایران ریشه دواندند، مادها در شمال و پارسها در جنوب. از اونجایی که این قبایل کوچنشین بودند بیشتر به بقای خودشون فکر می‌کردند تا توسعه قلمرو. هنگامی که کوچنشینی رو کنار می‌گذاشتند باید به کشاورزی می‌پرداختند، به خصوص اینکه در فلات حاصلخیز ایران برای زراعت نیاز به آب داشتند. اگر ایرانیان باستان منبع آب و ابزاری که آب رو به مزارع و خانه‌هاشون منتقل می‌کنن به دست نمی‌آوردن، دقیقاً مثل غباری در طوفان تاریخ گم می‌شدن و چیزی که این شاهکار مهندسی رو این چنین برجسته می‌کنه اینه که اونا آب رو در رودخانه یا دریاچه یا اقیانوس پیدا نکردن، بلکه از عجیب‌ترین منبع به دست آوردن، از سنگ‌ها. ایران از هیچ به وجود آمد، سرزمین ناهمواری که تنها با اراده و ابتکار مردم ساخته شده بود. 3000 سال پیش پارسیان کوچنشین اولیه در سرزمین آفتاب سوزان و خشن فلات ایران پرسه می‌زدند. یافتن آب نیازمند سفری طولانی بود. پیدا کردن راهی برای رساندن آب به مردم به دست مهندسین دوگانه زمینشناس و آبشناس به نام مغنی‌ها افتاده بود. در آن زمان مغنی‌ها تنها با استفاده از تیشه‌های سنگی اولین سنگ بنای امپراتوری ایران را شکل دادند. سیستم پیشرفته کانال‌های آبیاری زیرزمینی به نام قنات. آنها کارشان را با مهار جاذبه برای بهره برداری از توپوگرافی طبیعی منطقهشان آغاز کردند که شیب تندی از کوههای البرز به سمت خلیج فارس داشت. ابتدا چاه‌های عمودی در داخل زمین حفر می‌کردند، بعد تونل‌های افقی در مسافت‌های کوتاهی حفر می‌شد. سپس چاه عمودی دیگری تقریباً 3/4 مایل بالاتر از شیب حفر می‌شد و کانال به این شکل ادامه پیدا می‌کرد. It can be sometimes 20, 30, 40 kilometers away, so it's a very skilled operation to the point where the gradient of the water channel meets the aquifer or the groundwater sloping up at the point where the mountains begin. زاویه شیب‌ها بسیار حیاتی بود. برای هر 100 واحد افقی یک واحد عمودی.
not too steep because that would erode the base of the water channel, and of course not so flat as to prevent the water from moving to its intended destination. 2000 سال پیش از کانال‌های افسانه‌ای روم، ایرانیان حجم انبوهی از آب را از فاصله‌های طولانی با کمترین میزان اتلاف بر اثر نشت یا تبخیر به سرزمین‌های گرم و خشک خود می‌رساندند. آب یعنی غذا، اما پیدا کردن و انتقال دادن این آب مثل هویجی بود که ایرانی‌ها برای تشویقش جلوی همسایه‌هاشون آویزون کرده بودند. در حدود سال 700 پیش از میلاد تمام این قبایل تحت سلطنت افسانه‌ای هخامنشیان که سلسله شاهنشاهی رو تأسیس کردن با هم متحد شدند. این سلسله به حیاتش ادامه داد و شخصیتی که من عاشقش بودم که او را از نزدیک ببینم به نام کوروش کبیر به بالندگی رسید. کوروش کبیر یک امپراتوری پایه‌گذاری کرد که بی تردید نشان از لیاقت و درک نظامیش بود. علاوه بر این او یک سیاستمدار نابغه هم بود، یک مدیر استثنایی و خیراندیش. مورخان به او لقب بشر دوست دادن. یهودیان او را مسیح مینامیدند و مردم ایران همون رو پدر صدا میکردن. حتی یونانیایی که زیر سیطره نفوذش بودن اون رو فرمانروای عادل و دادگستر میدونستن. کوروش کبیر در 559 پیش از میلاد به قدرت رسید. از همان دوران هخامنشیان در مسیر سازندگی دست به ابتکاراتی زد و تعریف جدیدی از معماری را ارائه کرد. If you're looking at the greatest personages in history who have affected the world, Cyrus the Great is one of the few who deserves that epithet, the one who deserves to be called the Great. The empire over which Cyrus ruled was the largest the ancient world had ever seen and may be to this day the largest empire ever. تا قبل از سال 554 قبل از میلاد، کوروش تمامی مدعیان سلطنت را شکست داد و رهبر بلا منازع پارس شده بود. اکنون زمان فتح جهان رسیده بود. اگر کوروش می‌خواست یک امپراتوری بنا کند، نیاز به پایتختی با شکوه داشت که بیانگر عظمت رو به رشد آن باشد. در سال 550 قبل از میلاد، کوروش یکی از شگفت‌آورترین پروژه‌های معماری دنیای باستان را آغاز کرد. بنای اولین پایتخت بزرگ امپراتوری پارس در پاسارگاد، واقع در ایران امروزی. Cyrus was a very innovative builder, and I might add that his standards were particularly high. We can also say that his building project reflected in some ways the technologies that he found in the course of his various conquests. مانند رومیان در قرون بعد، ایرانیان نیز به تکنولوژی برتر آن زمان دست یافته بودند. آنها بهترین و پیشرفته‌ترین نظرات و ایده ها را از فرهنگ‌هایی که فتح کرده بودند می‌گرفتند. سپس آنها را با شیوه‌های منحصر به فرد خودشان گسترش می‌دادند. هنر و مهندسی پاسارگاد متأثر از سرزمین‌های دوردست آشور، مصر و آسیای صغیر هزاران مایل آن طرفتر است. There were stone workers, woodworkers, brick makers, relief makers, and we know that these were people often imported from all over the empire. امروز پس از گذشت 2500 سال این ویرانه‌ها تنها بقایای آثاری است که روزی وجود داشته است. اولین پایتخت درخشان ایران، پارسیان. شاهکار پاسارگاد دو کاخ مجلل بود که در میان یک بوستان با شکوه و باغ‌های وسیع احاطه شده بود. در میان آنها اولین نمود شناخته شده از پردیس حیرت انگیز یا باغ بهشت، باغ‌های چهارگانه محصور ایرانیان بود. این باغ‌ها بیش از 1000 یارد کانال از سنگ‌های آهکی کنده‌کاری شده داشتند و به نحوی طراحی شده بودند که در هر 16 یارد آب وارد آبگیرهای کوچک می‌شد. پردیس پاسارگاد بستری بود برای پیدایی باشکوه‌ترین باغ‌های جهان در 2000 سال آینده. What's particularly different with the Paradisa is the application of the geometric design. So we have squares, rectangular designs, floral designs, cypress trees, wild grasses, roses, lilies, all kinds of vegetations. And this is the concept of the modern park as we know it. همچنان که پاسارگاد در حال ساخته شدن بود، کوروش حکومت‌های دشمن را یکی پس از دیگری به قلمرو خود اضافه می‌کرد. اما کوروش به سان دیگر حکمرانان عمل نمی‌کرد.
او پادشاهی متفاوت بود. او مردم سرزمین‌های فتح شده را به بردگی نمی‌گرفت. مفهومی انسانی در روزگاران باستان. He recognized the local validity, if you will, of different religions and beliefs and allowed those things to persist. در سال 539 کوروش بابل را فتح کرد، اما هیچگاه خودش رو به عنوان فاتح قلمداد نکرد، بلکه تلاش میکرد به مردم کمک کنه تا از دست حاکمان خونخوار و مستبدشون آزاد بشن و بعد کاری بی‌نظیر انجام داد. یهودی‌ها رو آزاد کرد. یهودیان از زمانی که بخت‌النصر اورشلیم و معبدشون رو ویران کرده بود در اسارت به سر می‌بردن. کوروش همه اونها رو آزاد کرد. حالا میشه گفت با کاری که انجام شد و با توجه به سیاست، کوروش به دنبال یک کشور واسطه میان امپراتوری خودش و کشور متخاصم مصر بود. اما برای چی؟ هیچ کس این کارو تا اون موقع نکرده بود و بعد از اون به ندرت کسی دست به چنین کاری زد. و اون تنها غیر مسیحی بود که در کتاب مقدس ازش به عنوان مصلح یا مسیحا یاد شده. As one distinguished Oxford scholar once said to me, Cyrus always had a very good press. It's a very true statement. اما کوروش کبیر قبل از آن که بتواند لشکرکشی را آغاز کند که ایران را به تنها ابرقدرت دنیای باستان تبدیل کند، متاسفانه در 530 پیش از میلاد در یک نبرد کشته شد. He didn't live long enough to show what really he could have done outside the battlefield. So in that sense, you can compare him with Julius Caesar, who conquered, but did not live long enough, he was assassinated, to put the empire that he conquered together. تا قبل از کشته شدن کوروش، امپراتوری عظیم ایران 3 پایتخت داشت: بابل، شوش و اکباتان. اما او ترجیح داد در شهری که خود بنا گذاشته بود دفن شود: پاسارگاد، در مقبره‌ای که بازتاب دهنده مردی بود که آن را خلق کرده بود. At Cyrus's tomb, one of the aspects that shows his humility is that tomb is relatively unadorned, very simple, very elegant. مهندسان کوروش مقبره او را به سبک ساختمان‌های غربی ساده ولی سنگین ساختند. ابتدا سنگ‌های برش خورده مستطیلی را قرار دادند، سپس با استفاده از پلکان، قرقره و قلاب مقبره را در بلندای 9 متری بنا کردند. Tomb of Cyrus is a very simple, outwardly modest monument for somebody who had created the largest empire that the world had seen to that date, and it's still remarkably well preserved after 25 centuries. برای مدت 30 سال هیچ قدرتی در جهان توانایی ایستادن در مقابل کوروش کبیر را نداشت. اکنون تاج و تخت او آماده دستاندازی دیگران شده بود و خلأ قدرتش موجب میشد دنیای باستان را به هرج و مرج بکشاند. سال 530 پیش از میلاد، کوروش کبیر، معمار بزرگترین امپراتوری جهان شناخته شده، درگذشته بود. برای سرزمین پارس آینده نامعلوم بود. رقبا و مدعیان به دنبال کسب قدرت بودند. سپس عموزاده کوروش، ژنرالی زیرک، برای به دست آوردن قدرت قیام کرد. و وقتی که این گرد و غبار فرو نشست، امپراتوری ایران در دست او آرام گرفت. نامش داریوش بزرگ بود و تبدیل به بزرگترین پادشاه سرزمین پارس و یکی از بزرگترین معماران تمام دوران شد. داریوش به سرعت پیش می‌رفت. او کارش را با بازسازی شوش، پایتخت قدیمی، آغاز کرد، با قصرهای بزرگ و جدید که با آجرهای لابدار زینت داده شده بودند. امروزه عظمت شوش حتی در کتاب مقدس نیز آمده است. When the Greeks talk about Persian palaces, for example, they routinely mention Susa. When the Old Testament book of Esther talks about Persian palaces, it's Susa that they mention. اما پادشاه جدید پایتختی تشریفاتی متعلق به خودش می‌خواست. سال 518 پیش از میلاد، داریوش یکی از پروژه‌های بلند پروازانه دنیای باستان را آغاز کرد. شهری که در خطه پارس نزدیکی شیراز امروزی قرار گرفته و به نام پرسپولیس یا به زبان یونانی شهر پارسی شناخته شده است. تمامی کاخ‌ها بر روی ستون‌های سنگی عظیمی بنا شده بودند تا شکوه امپراتوری را افزایش دهند. The terrace square is huge,
over 125,000 square meters. And he had to modify the landscape. His engineers had to come in and level out part of the area, and they had to build a retaining wall. He wanted it to be seen from a distance. That's exactly why you build up a terrace, so it could be viewed from afar. That makes it all the more grand and imposing. پرسپولیس یک ابتکار بزرگ معماری بود. با دیوارهای با ارتفاع 17 متر و ضخامت 8 متر و سالن‌های بزرگی که نمایانگر طراحی پیچیده ستون هاست. هزاران معمار و صنعتگر و کارگر به همراه چندین تن مصالح از نقاط دوردست امپراتوری آورده شدند. بیشتر امپراتوری‌های باستان با بهره کشی از تعداد زیادی برده ساخته می‌شد، اما داریوش همانند کوروش بر این باور بود که برای ساخت کاخ‌ها و بناهای یادبوده ایران باید حقوق معماران و مهندسان و کارگران را بیشتر پرداخت کرد. Every worker was given his due, his or her due, because we also find women in the workforce as well. Depending on their skill, what the quality they brought to the work, they were paid accordingly. از هیچ گونه هزینه‌ای مضایقه نمی‌شد. پرسپولیس نماد منحصر به فرد قدرت و شوکت ایرانی بود. First of all, it's important to remember the origin of the Persians themselves. That is to say that these were a nomadic people. They lived in tented accommodation, and they would up their tents, move somewhere else, and plant their tents again. Now, as time went on, these tents became more and more elaborate affairs. And essentially what we're having at Persepolis is a tent turned into stone. The Apadana is nothing more than a stone-tented building. به قصر پذیرایی با شکوهی که داریوش بنا کرده بود آپادانا می‌گفتند. Each of those great monumental stone pillars are inspired by the kinds of wooden pillars that upheld a beautiful canvas roof. But now that canvas roof has turned to beautiful cedar wood instead. So the nomadic origins of the Persians gives the impetus to part of their architecture, but that's not all. کاخهای شهر با طلا و نقره، پرده‌های منقوش گرانبها و کاشیکاری‌های زیبا زینت داده شده بود. دیوارها به حجاری‌های برجسته‌ای از صحنه‌های صلح‌آمیز دیدار عالی مقامان از سرزمین‌های فتح شده مزین شده بودند. اما موفقیت‌های فوق‌العاده مهندسی پرسپولیس بسیار فراتر از دیوارهای شهر بود. طراحی و ساخت سیستم آبرسانی و زهکشی پیچیده‌ای که در هیچ کجای جهان نظیر نداشت. Before the actual soil was placed in, first Darius's engineers constructed a drainage system, plumbing, drain pipes. These would be covered. Water was also brought in along the Qanat system. But then those drain pipes, which would drain the effluents out, those were taken underground below the surface where the visitor would never see that. حتی زمانی که بزرگترین پروژه‌های زیربنایی و بناهای یادبود در حال ساختن بودند نیز داریوش هیچگاه دست از گسترش قلمروش بر نداشت. تحت رهبری فوق‌العاده داریوش وسعت امپراتوری ایران آن روز گسترش چشمگیری داشت که شامل ایران و پاکستان امروزی، بخش‌هایی از ارمنستان، افغانستان، ترکیه، مصر، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، قسمت‌هایی از آسیای میانه و تمام شمال هند می‌شد. جداً که قلمرو وسیع بود. برای وصل کردن اقصانقاط امپراتوری داریوش 2 پروژه متحورانه ساختمانی آغاز کرد. یکی از آنها بیش از 1500 مایل راه بود که در داخل امپراتوری پارس گسترده شده و دیگری دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کرد. امپراتوری ایران تحت فرمانروایی داریوش کبیر به بخش‌های فراوانی گسترش یافت. حال او می‌خواست که بین اقصانقاط قلمرو پادشاهیش ارتباط و اتحاد برقرار کند. سال 515 پیش از میلاد داریوش فرمان ساختن یک شاهراه سنگ فرش شده را به مهندسانش داد. راهی که گستره سرزمین پارس را از شمال آفریقا تا هند به هم پیوند می‌داد و این راه بیش از 1500 مایل در داخل قلمرو امتداد داشت و آن را جاده شاهی می‌نامیدند. This was quite the engineering feat because this had to traverse through mountains, forests, deserts. So typically earth would be packed, hardened, for example. They may not have had asphalt, but they certainly had knowledge of packing gravel or tiny rocks. Laying down a stone road is vital in a terrain where
there could be a high water table. You don't want to get your feet stuck in the mud. You don't want to get your cart stuck in the mud. So you have to raise the road surface up. That means laying down some kind of surface initially that will either absorb the groundwater or not allow the groundwater to displace the road. جاده شاهی توسط 111 مسافرخانه و استراحتگاه به هم وصل شده بود. در هر 18 مایل مکانی بود که مسافران در آنجا می توانستند غذا بخورند، استراحت کنند و اسب خود را با اسب‌های تازه نفس عوض کنند. برای تامین امنیت نیز نگاهبانانی در تمامی این مسیر طولانی گمارده شده بود. Now, I'm going to talk with my friend Dr. Lloyd Llewellyn-Jones from the University of Edinburgh, professor of ancient history. I got to ask you this. Was it that safe? Essentially, yeah. I think what Darius, or Darius, if you will, manages to do here is an incredible feat. I mean, we're standing here in Turkey, okay, right, and we could take one route straight the way through into central Iran. I mean, that's pretty good going. How fast? Okay, so if we're on horseback and we're riding from one of these little garrisons to garrison every 15 miles, changing fresh horses, we can do that in about 6-7 days, maybe. 6 or 7 days? Yeah. So you could send messages on this road, friends, Yeah, next city? Most definitely, and you know, and for trade, it's a godsend, as you can imagine. And this road cut through so much stuff. I mean, it just doesn't follow, you know, a formal pathway. It has to cross rivers, so it crosses the Tigris, it crosses the ferry, River Halis, right? by ferry, right? Sometimes it clings to the side of mountains, sometimes it clings to the side of rivers. So the terrain is changeable. It's not drained or anything like that, so it's not as advanced as some of the Roman roads we did in later periods. So it doesn't have a gutter system? No, nothing like that, nothing like that. But what it's essentially is, it's sort of maybe 20 feet wide with a sort of chip-in base, which is good for horse treads and that kind of stuff, you know. And carriages and exactly, to get chariots. things through as quickly as you can, basically. Well, Lloyd, it's been a pleasure talking with you. Yeah, thank you for enlightening us about this incredible road. اما کار داریوش هنوز تمام نشده بود. هنوز یک منطقه بود که داریوش کنترل کاملی روی آن نداشت. ثروت عظیم شمال آفریقا و او تصمیم گرفته بود در آنجا یک گذرگاه بنا کند. او به مهندسینش فرمان داد کانال بزرگی طراحی کنند تا دریای سرخ را به مدیترانه وصل کنند. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's canal? What Darius did was build an east-west canal that was 130 miles long. با دانشی که پارسیان از آب شناسی داشتند، مهندسان داریوش شاه ابتدا با استفاده از ابزارهای آهنی و برنزی اقدام به کندن و حفر کانال کردند و سپس ماسه‌های بادی را جمع کرده و خط مستقیمی با سنگ ایجاد کردند که آماده حرکت کشتی‌های او بود. تکمیل این راه آبی 130 مایلی با استفاده از نیروی کار عظیمی از سنگکاران و کانالسازهای مصری 7 سال به درازا انجامید. Parts of the canal between the Nile and the Red Sea were actually not waterways, but just points along which the ships could be dragged until they reached another deeper portion where they could again sail their course. Darius says, I, Darius, King of Kings, conqueror of Egypt, built this canal. He connected the Red Sea to the Nile River for trade, and he says, and ships were brought along my canal. تا قبل از سال 500 پیش از میلاد ایران بزرگترین امپراتوری بود که جهان به خود دیده است. حتی بزرگتر و ثروتمندتر از اوج قدرت رومیان در 4 قرن بعد. پارسیان شکست ناپذیر بودند و اشتهایشان برای کشورگشایی موجب وحشت قدرت نوظهور مدیترانه‌ای دولت یونان شده بود. یک کمی اطلاعات جغرافیایی. این حجم آبی که اینجاست دریای سیاهه. این خط باریک هم تنگه بوسفوره که مدیترانه رو به دریای سیاه وصل میکنه. پس من الان توی آسیا یا آسیای صغیر وایسادم و اون سرزمین اون طرف اروپاست. خب سال 494 قبل از میلاد داریوش شورشی رو در سواحل ترکیه سرکوب کرد، اما این آشوب توسط یونانی‌ها پشتیبانی میشد. پس داریوش تصمیم گرفت درس خوبی به آتنیا بده. اون میخواست به یونان لشکرکشی کنه، اما چطور میخواست این کارو بکنه؟ اون باید از دریا عبور کنه. پس پل موقتی از قایق و شناورا ساخت و اونا رو از این نقطه به اون نقطه وصل کرد و ارتشی به راه انداخت که هرودوت میگه نزدیک 70,000 سرباز از دریا عبور کردند تا به یونان حمله کنند. شگفت انگیزه. مهندسان ایرانی برای ایجاد فونداسیون با کنار هم گذاشتن قایق‌ها دو طرف تنگه بوسفور را به هم وصل کردند. سپس راهی بر روی آنها بنا کردند که آسیا را به اروپا وصل می‌کرد. Probably this was a system of planks
And underneath there was a system of packed earth or perhaps dry wood to keep basically the road stable. Now, to keep the ships from wobbling, they must have used an anchor system of a certain weight, because if the anchor would have been too heavy, that would have, of course, tilted or damaged the ships. There was no breaking of the planks, not only due to the weight of the army crossing it, but due to the choppy waters of the Bosphorus. That's quite the feat of engineering before the age of computers. اواخر ماه اوت سال 490 پیش از میلاد، داریوش کبیر به یونان لشکرکشی کرده و مقدونیه را هم تصرف کرده. حالا او برای رویارویی با ژنرال یونانی تمیستوکلس و سپاهی از آتن و کرنیت عازم نبرد معروف ماراتونه. لشکر عظیم پارس 60,000، 140,000 یا 250,000 نفر بسته به چیزی که در متون مختلف خوندید سرباز داشته. کافیه بگیم که از نظر نفرات در برابر هر یونانی 10 تا ایرانی وجود داشته. تنها چارهشون فرستادن به دنبال نیروهای کمکی بود که دونده افسانه‌ای تئوریپیدس مسافت 40 مایلی از ماراتون تا اسپارتا رو در 2 روز دوید که اسم مسابقه رو ماراتون گذاشتن. دو لشکر رو در روی هم قرار گرفتند که توسط یک دشت باز و پهناور از هم جدا می شدند. اگر آنها از روبرو با هم درگیر می شدند، لشکر عظیم ایران سپاهیان اندک یونان را قلع و قم می کردند. این آغاز جنگ‌هایی بود که به جنگ‌های پارسی مشهور شدند. تعداد کمی از سپاهیان یونان از روبرو به ایرانیان حمله کردند. ایرانیان آماده یک پیروزی آسان شدند. اما بقیه سپاه یونان به 2 بخش تقسیم شد و 2 جبهه جدید در برابر ایرانیان باز کردند. ایرانیان در قتلگاه خونین گرفتار شدند و با شکست‌های سنگینی عقب نشینی نمودند. برای یونان اینک این یک پیروزی بزرگ بود. برای ایرانیان فقط یک وقفه بر سر راه فتح جهان. داریوش تصمیم گرفت به خانه بازگردد و توجه خود را به استحکام پرسپولیس پایتخت خود معطوف کند. اما هرگز به آنجا نرسید. سال 485 قبل از میلاد، هنگامی که داریوش برای سرکوب شورشیان عازم مصر بود، از دنیا رفت. او از خود امپراتوری باقی گذاشت که تعریف جدیدی از مفهوم قدرت و عظمت را ارائه می‌کرد. او همچنین با جانشین کردن پسرش خشایارشا از تکرار شورشی که بعد از مرگ کوروش اتفاق افتاده بود جلوگیری کرد. حالا پیروی از اقداماتی که کوروش به عنوان مؤسس و داریوش به عنوان گسترش دهنده امپراتوری انجام داده بودند سخت شده بود، اما خشایارشا پادشاهی بود که تمام عمرش را در انتظار گذراند. 2 کار مهمش در ابتدا سرکوب شورشی در بابل و مصر و دیگری رفتن به دنبال یونانی‌ها بود، ولی یونانی‌ها به گونه‌ای حوصله‌اش رو سر می‌بردن. بعضی مورخا میگن خشایارشا نبرد پیشگیری کننده‌ای رو شروع کرد، بعضیا میگن اون کارهای نیمه کاره پدرش رو تموم کرده. هرچی که بود، یونانی‌ها بعد از اینکه در جنگ ماراتون ایرانی‌ها رو شکست داده بودند دیگه ازشون نمی‌ترسیدن. پس خشایارشا با نیروی دریایی کارتاژ تونس امروزی طرح دوستی ریخت و تصمیم گرفت یونانی‌ها رو در دریا شکست بده. سال 480 پیش از میلاد، امپراتوری ایران در اوج خود قرار داشت. پهناور، با قدرت و از ثروتی باور نکردنی. 10 سال از زمانی که یونانی‌ها داریوش کبیر را در نبرد ماراتون شکست داده بودند می‌گذشت. پسرش خشایارشا پادشاه مطلق سلسله هخامنشیان بود. خشایارشا قصد انتقام گرفتن داشت. یونان تنها یک نیروی در حال ظهور از ائتلاف دولت‌های شهرهای مختلف از کاملا دموکراتیک گرفته تا استبدادی به حساب می‌آمد و فقط یک هدف آنها را به هم پیوند می‌داد: تنفرشان از پارسیان. دنیای باستان در شرف جنگ دوم پارسی بود، جنگی که نتیجه آن دنیای مدرن را پایه‌گذاری می‌کرد. Greeks traditionally called everybody except themselves barbarians. So this whole thing really between East and West started probably with the Persians and the Greeks and continued ever since. یورش ایرانیان به یونان میتوانست یکی از بزرگترین رویارویی‌ها از نظر استراتژی و مهندسی نظامی در تاریخ جنگ‌ها باشد. حمله عظیم آبی خاکی که نیازمند شاهکارهای خارق العاده مهندسی بود. خشایارشا قصد داشت نیروهایش را از طریق تنگه کوه اتوس وارد یونان کند، اما دریای آنجا بسیار متلاطم بود. پادشاه مهندسانش را برای حفر کانال از میان تنگه فرستاد.
با استفاده از نیروی انسانی عظیم و متخصص در حفر کانال، مهندسین خشایارشا فقط ظرف مدت 6 ماه کار حفر کانال را تمام کردند. اما چالش بعدی سپاه خشایارشا و مهندسینش از این هم بزرگتر بود. لشکر عظیم پارسیان هنوز میبایست از تنگی 1.5 مایلی هلسپوت در دانل امروزی عبور کند. راه حل آنها به عنوان یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های مهندسی نظامی تا به امروز به شمار می رود. خشایارشا با گرفتن یک صفحه از کتاب پدرش فرمان ساخت پل دوگانه موقتی بر روی هلسپوت را صادر کرد. شاهکار مهندسی که بسیار بهتر از پل ساخته شده توسط داریوش بر روی بوسفور بود. But what's very interesting is that 674 ships were now lined up. How were these ships kept stable? This must have been quite an engineering feat. The Bosphorus is not a very calm area. It can be quite choppy. The row of ships were kept in place with a very taut system of cables, probably 2 large cables that ran between Asia and Europe. Now remember, a large number of troops crossed this bridge, perhaps up to 240,000 troops. طناب‌ها به کشتی‌ها اجازه می‌دادند در آب‌های متلاطم انعطاف کافی داشته باشند. هر بخش پل از 2 قایق تشکیل شده بود که توسط تخته‌های چوبی به هم متصل شده بودند. بنابراین تمامی پل می‌توانست بر روی موج‌ها سوار شود و اکثر تلاطم‌های سطحی را جذب کند. مهندسان ایرانی بستری بر فراز کشتی‌ها ساختند. سپس شاهراه را بر روی آن بنا کردند. با هر تخته چوب یک شاهراه فوق‌العاده برای عبور از تنگه هلسپونت که از قایق‌های جنگی به عنوان فونداسیون استفاده می‌کرد شکل گرفت. Remember, we're dealing with the hooves of tens of thousands of cavalry, including armored cavalry, which would have been much, much heavier. The ships were amazingly kept stable, so this allowed Xerxes to cross with his army into Europe and cross back when he needed to, and the ships were kept in place. And for a short period, Europe and Asia were one. 10 روز بعد ساخت پل به اتمام رسید و خشایارشا به اروپا لشکرکشی کرد. The whole army crossed with heavy equipment, heavy cavalry, and the planks were kept in place. There was no breaking of the planks, not only due to the weight of the army crossing it, but due to the choppy waters of the Bosphorus. استراتژی خشایارشا ساده بود. او با نفرات بیشتر یونانیان را در خشکی و دریا زمینگیر کرد. دوباره سپاه یونان توسط ژنرال بزرگ تمیستوکلس رهبری میشد. او میدانست توان شکست دادن خشایارشا را در خشکی ندارد. بنابراین تمام جنگ بر اساس به دام انداختن نیروی دریایی ایران در دریا برنامه‌ریزی شد. سال 480 پیش از میلاد دو سپاه در محلی که از قبل توسط یونانیان برنامه‌ریزی شده بود با یکدیگر روبرو شدند. ترموپیلا گذرگاه کوهستانی باریکی که در آن واحد فقط یک عرابه میتوانست از آن عبور کند برگزیده شد. چندین روز سپاه عظیم ایران در این گذرگاه معطل شد و در طرف اشتباه گلوگاه گیر افتاده بود. دقیقاً همان گونه که یونانیان نقشه کشیده بودند. در این زمان به دور از چشم ایرانیان تمیستوکلس با بیشتر سربازانش آنجا را ترک کرده و تنها تعداد کمی 6000 سرباز اسپارت را در پشت گذرگاه باقی گذاشتند. چیزی نمانده بود تا خشایارشا نیز مانند پدرش در تله یونانیان گرفتار شود. بعد از عبور از تنگنا، سپاهیان ایرانی به راحتی نیروی ناچیز اسپارتا که تمیستوکلس پشت گذرگاه قرار داده بود را در هم شکستند و به سمت آتن پیش رفتند. وقتی خشایارشا به آتن رسید، شهر تخلیه شده بود. خشایارشا گمان کرد فریب خورده است و کاری کرد که مردم آتن تاوان کار خود را بپردازند. تا چندین نسل شاهان پارسی به مدارا کردن با مردم سرزمین هایی که فتح می کردند مشهور بودند. اما این بار این گونه نشد. خشایارشا در یک رفتار کاملا غیر ایرانی آتن را با آتش کشید و با خاک یکسان کرد. پادشاه ایرانی خیلی زود از کارش پشیمان شد و صبح روز بعد دستور داد آتن را مجدداً بنا کنند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. لحظه خشم او در حدود 200 سال دیگر به ایران برگشت تا پارسیان را درگیر حادثه‌ای کند. اما هنوز تا پایان جنگ زمان زیادی مانده بود. در این مدت تمیستوکلس در حال گستردن دام خود بود و نیروی دریایی عظیم پارسیان را به طرف تنگه سلامیس کشاند. سپس حمله غافلگیر کننده را آغاز کرد.
ناوگان عظیم پارسیان در اصطلاح دریایی در هم گره خورد. آنها توان مانور در تنگه باریک را نداشتند. در همین حین یونانیان از کشتی‌های سنگین خود مانند دژکوب استفاده کردند و مدام به کشتی‌های ایرانی ضربه می‌زدند تا آنها را نابود کنند. این یک پیروزی قاطع برای یونانیان بود. خشایارشاه شکست ناپذیر اکنون شکست خورده بود. یک نکته برجسته در شکست ایرانی‌ها در مقابل یونانی‌ها در سالامیس وجود داشت. یک نکته رهایی بخش. زنی به نام آرتمیس، تنها کاپیتان زن ناوگان ایرانی، با غرق کردن یکی از کشتی‌های شکستش یونانی‌ها را فریب داد و با استفاده از شلوغی موجود از مهلک گریخت. مهارت او در جان بدن بردن به حدی بود که خشایارشا رو تحت تاثیر قرار داد و در مورد او گفت که زنان ما مثل مردان هستند و مردان ما مثل زنان. جنگ با ایران یونان را وارد دوران طلایی کرد، اما امپراتوری بزرگ ایران را آسیب پذیر نمود. امپراتوری که به شاهزاده جوان ستاینده پادشاهان بزرگ ایران رسید تا آخرین ضربه امپراتوری را وارد کند. سال 480 پیش از میلاد یونانیان ناوگان ایران را در تروموپولی شکست دادند. رایحه شکست ناپذیری که امپراتوری را احاطه کرده بود از میان رفته بود، اما هنوز روزهای قدرت و شوکت پیش روی امپراتوری پارسیان وجود داشت. 15 سال بعد در 465 پیش از میلاد خشایارشا شاهنشاه ایران درگذشت. خشایارشا امپراتوری را برای فرزندش اردشیر به میراث گذاشت که قصد داشت پارسیان را به روزهای اقتدار بازگرداند. او در ابتدا توجه خود را به پروژه‌های معماری که توسط پدر بزرگش داریوش آغاز شده بود معطوف کرد. 4 دهه پس از شروع به کار، پرسپولیس، پایتخت پرشکوه، هنوز هم در حال ساختن بود. اردشیر به یکی از آخرین پروژه‌های بزرگ معماری امپراتوری ایران سرکشی می‌کند. امروزه ما آن را به عنوان کاخ تماشایی 100 ستون می‌شناسیم. We know that the actual hall was some 200 by 200 feet, almost on the perfect square. And what's remarkable of the Persepolis columns is when you look up the entire shaft, and these things raise, hundreds of feet into the air, there is not one piece of displacement whatsoever. It's a perfect vertical. They're working with what we might consider to be primitive tools, just stone mallets and bronze chisels, that's all. The fluting on the columns of Persepolis is so precise, however, that these are clearly the work of master craftsmen. The columns are constructed in drums, 7 or 8 drums stacked on top of another. This is done by scaffolding the whole area around the column, and then with a crane, a wooden crane, literally moving each column drum in place. Any client king, any governor from a distance, or even anyone who would come in that hall would be so impressed by the vastness of the hall and by this forest of columns that stretched nearly as far as the eye could see. An amazing achievement. درون امپراتوری ایرانیان هنوز مشغول خلق شاهکارهای خارق‌العاده معماری دنیای باستان بودند. در سال 353 پیش از میلاد همسر یک حکمران محلی شروع به ساخت مقبره‌ای با شکوه برای شوهر رو به مرگش کرد. احترام او به شوهرش باعث خلق شگفتی مهندسی شد که جزو عجایب هفتگانه دنیای کهن گردید. مقبره ماسولوس، مقبره‌ای از سنگ مرمر به بلندای 35 متر که در حیاط بزرگی محصور شده بود. سقف آن هرمی بود و در هر طرف پلکانی قرار داشت، پلکانی رو به آسمان. بیش از 2500 سال بعد مقبره رئیس جمهور آمریکا اولیسس گرانت در شهر نیویورک نیز با الهام از مقبره ماسولوس طراحی شد. تا قرن 4 پیش از میلاد پارسیان برترین مهندسان جهان بودند. اما در زیر این ستونهای بلند و کاخهای درخشان پایه‌های خود امپراتوری لرزان بود و خیلی زود دشمنان به دروازه‌های شهر رسیدند. وقتی آتن شورشی رو در مصر به راه انداخت و یونانی‌ها پایتخت منفیس رو تصرف کردند، اردشیر پرسپولیس و کارهای معماریش رها کرد و برای بیرون انداختن یونانی‌ها از منفیس حرکت کرد و دوباره مصر رو تحت کنترل ایران درآورد.
این آخرین پیروزی بزرگ امپراتوری ایران بود، چرا که در سال 424 پیش از میلاد اردشیر درگذشت. با به وجود آمدن خلأ قدرت به مدت 8 دهه سخت جنگ و مبارزات داخلی، همه جا در هم شکسته شده بود. در حالی که امپراتوری پارسیان در ورطه ضعف و انحطاط بود، شاهزاده جوان مقدونی مشغول خواندن تاریخ هرودوت و دفاتر مربوط به قهرمانی ایران یعنی کوروش کبیر بود. و این پادشاه مقدونی چشم به تسخیر جهان داشت. نامش اسکندر بود. سال 336 پیش از میلاد یکی از اقوام دور اردشیر برای به دست گرفتن قدرت قیام کرد. او لقب شاهانه‌ای گرفت، داریوش سوم. از او همیشه به عنوان پادشاهی که یک امپراتوری را از دست داد یاد می شود. در 4 سال آینده اسکندر و داریوش سوم بارها و بارها در یک سری از جنگ‌های خشن با هم روبرو شدند و سپاهیان داریوش سوم کم کم به عقب و به دروازه‌های خودشان رانده شدند. در سال 330 پیش از میلاد اسکندر بر دروازه‌های نگین تاج امپراتوری پرسپولیس، شهر پایتخت پارسیان رسید. اسکندر از سیاست ایرانی‌ها که احترام به مغلوبین جنگ بود پیروی کرد. اون به هیچ کدوم از سربازانش اجازه غارت و چپاول سرزمین‌های فتح شده را نداد. اما چطور میشه این همه سرباز رو بعد از پیروزی، اونم در برابر باشکوه‌ترین امپراتوری جهان، کنترل کرد و اونها رو نگه داشت؟ شاید سربازها بیقرار یا بیمیل بودن یا داستانایی رو به یاد می‌آوردن که چطور آتن توسط ایرانی‌ها سوزانده شده. به هر حال اونها جشن‌های بزرگی بعد از پیروزیشون در پرسپولیس به پا کردند. تمام گنجینه ها را به غارت بردند و یکی از غم‌انگیزترین آتش سوزی های تاریخ جهان اتفاق افتاد. پرسپولیس در آتش سوخت. Alexander was not in business of destroying things. Persepolis probably was burned because it was a symbolic thing. And he also burned it to make a symbolic gesture, not a destructive gesture. There must have been wonderful draperies and things around, and no doubt fire could have begun accidentally just as much as purposefully, because if he really wanted to be an Achaemenid king, the last thing he should want to do was to destroy Persepolis. But there were no fire engines, and once the blaze had taken hold, it was a very terrible blaze, and it left its mark throughout the site. داریوش سوم گریخت، اما در سال 330 پیش از میلاد توسط یکی از دوستان نزدیکش کشته شد. آخرین پادشاه هخامنشی به قتل رسید. اسکندر مراسم تدفین باشکوهی برای داریوش سوم برگزار کرد و حتی بعدها با دختر او نیز ازدواج نمود. اسکندر خود را پادشاه هخامنشی نامید و فصل آخر داستان سلسله هخامنشیان را رقم زد که در 3 قاره گسترش یافت و بیش از 2700 سال به طول انجامید. اسکندر ستاینده پادشاهان ایرانی قاتلین داریوش رو تعقیب کرد و با دستان خودش اونها را کشت. اسکندر عقیده داشت که فقط شاه حق کشتن شاه رو داره. اما آیا اسکندر میتونست داریوش رو کشته باشه؟ احتمالاً نه، چون اسکندر امپراتوری رو ایجاد نکرده بود، بلکه تسخیر کرده بود. این امپراتوری قبلا توسط کوروش کبیر به وجود آمده بود. زیرکی اسکندر به کار گرفتن و استفاده از ایرانیان بود. امپراتوری که مدت‌های طولانی قبل از تولدش به وجود آمده بود و آوازه فرهنگ و ثروتش تا مدت‌ها پس از مرگ او نیز در همه جا پراکنده بود. من پیتر ولر هستم. شما رو دوباره می‌بینم.